داستانی کل قزاقستان گفت در جریان اعتراضهای اول ماه ینور در این کشور دست کم 225 نفر از جمله 19 کارمند مقامات قدرتی کشته شدند. نماینده داستانی کل سیرک شلبایف روز 15 ینور در یک نشست خبری گفت تا امروز اسم 4578 جبر دیده معین کرده شده است. از این شمار 4353 نفر از جمله 3393 کارمندان مقامات قدرتی جراحت برداشتند. در دوام وضع فوق‌العاده به مردخانه ها جسدهای 225 نفر کشته شده را آوردند. یک قسم آنها جنایتکاران مسلح بودند که در عملهای تروریستی اشتراک کرده به اداره های دولتی و کارمندان مقامات حفظ حقوق حمله کردند. در بین این کشته شده ها 19 کارمند پلیس و حربی ها نیز هستند. متاسفانه یک شمار از ساکنان اسوشته نیز قربان این عملهای تروریستی شدند. شلبایف افزود که این رقم ها مقدماتی است و می تواند عوض شود. او میگوید مقامات و حربیان تنها بعد از آن که روز 6 ینور شورای امنیت در سراسر کشور عملیات ضد تروریستی اعلان کرد دست به استفاده سلاح آتشفشان بردند. سخنگوی وزارت تندرستی قزاقستان اصل ارتکشینووا خبر داد که 170 نفر از 22 نفر کشته شده در بیمارستان ها وفات کردند. وزارت کارهای داخلی قزاقستان از بازداشت قریب 10,000 نفر در پی ناآرامی های اول ماه ینور خبر داده است. دادستانی کل گفت در رابطه با این حادثه ها 546 پرونده جنایتی گشودند، از جمله 44 پرونده مربوط به تروریسم، 34 پرونده مربوط به بی‌ترتیبی های عمومی و 15 پرونده با اتهام آدمکشی. یادآور می‌شویم اعتراض ها در قزاقستان روز 2 ینور در پی 2 مرتبه بالا بردن نرخ گاز مایع در شهر ژناوزن و اختاو آغاز یافته. الکی روز بعد دیگر مناطق این کشور را فرا گرفتند. روز 5 ینور در پس منظر اعتراض ها حکومت قزاقستان پاره به استعفا رفت، ولی اعتراض ها بس نشد و شام 5 ینور پرزیدنت کنونی قزاقستان قاسم ژامارت توقایف در سراسر کشور وضع فوق‌العاده جاری کرده اعتراض ها را عمله از بیرون و کار دسته های تروریستان نامید و از سازمان اودکبه کمک عربی خواست. الکی روزهای 6 و 7 ینور کشورهای عضو اودکبه به قزاقستان حدود 4000 عسکر فرستادند، ولی مقامات قزاقستان تا کنون یگان دلیل حمله خارجی به این کشور و دست داشتن تروریستان در اعتراضهای اخیر را پیشکش کردن نتوانسته است. بسیاری ها حوادث اخیر را مبارزه برای تقسیم قدرت در عرش سیاسی قزاقستان مینامند که در نتیجه آن پرزیدنت کنونی توقایف که تا حال در صحنه نقش نمایشی گنرال تویگر داشت توانست طرفداران پرزیدنت قبلی نورسلطان نظربایف را از صحنه تنگ و جای پای خود را مستحکم کند. از جمله روز 14 ینور دماش دوستانوف و کایرت شریبایف دو داماد نظربایف را در یک روز از رهبری دو شرکت بزرگ سوای نفت و گاز این کشور قزاقگاز و قزاقترانس اویل برکنار کردند. توقایف همچنین یکی از یاران نزدیک نظربایف را از مقام رئیس کمیته امنیت ملی برکنار کرده همراه با معاونانش با اتهام خیانت به دولت و کوشش غصب حکومت به حبس کشید. به بالا این توقایف روز 11 ینور نظربایف را گناهکار کرد که در دوران او فقط یک گروه ثروتمند شد. خبرگزاری فرغانه چند پیش خبر داد که پاسبانی اطراف قرارگاه نظربایف را در پایتخت قزاقستان از اولهای ماه ینور قطع کردند. خود نظربایف از 28 دکبر به این طرف در محضر عام یگان بار ظاهر نشده است.